1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. سلام رفقا، روزتون بخیر. امروز میخوایم این ساز یعنی ساز اود رو با همدیگه سیماشو تعویض کنیم. همین اول داستان دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید. اگر از ویدیوهای منو خوشتون اومده حتما شیر کنید، به دوستاتون معرفی کنید. خب ابتدا باید سیمایی که روش هست رو باز کنیم تا سیمای جدید رو ببندیم. قبل از اینکه سیمای جدید رو بخوایم ببندیم، دسته این ساز یه مقدار کثیف شده، فینگر بوردش. اینا رو تمیز بکنیم بریم بعد برای سیم بستن. سیم های اود روش شماره داره، مثل این که زده 6 از 1 تا 6 شروع میشه، 1 2 3 4 5 و 6. به صورت نرمال سیم های 1 تا 5 2 تاه و سیم 6 یه دونه تکیه که از همه ضخیم تره. به ترتیب شروع میشه، نازکترینش 2 تا سیم شماره 1، بعد هم سیم شماره 6. من از سیم شماره 1 شروع میکنم، بستش رو باز میکنم و یه دونش رو جدا میکنم که بخوام ببندم روی ساز. خب همونطور که گفتم ما دو مدل بستن سیم روی ساز اود داریم، یه مدل ایرانی یه مدل عراقی. تفاوتش چیه؟ ببینید سرپنجه ساز اود رو اگر که دقت بکنید 11 تا سیم، یه سمت 5 تا گوشی داره یا 5 تا سیم بسته میشه، یه سمت 6 تا داره که 6 تا سیم بسته میشه. مدل ایرانی به این صورته که سیم شماره 1، سیم شماره 2، سیم شماره 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 و 11، یعنی به ترتیب مشابه ساز گیتار بسته میشه که این ابداع استاد قنبریه. اما مدل عراقی که تو کشورهای عربی معمولا بسته میشه به این صورته: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. یه بار دیگه: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. این ساز الگوی عراقی داره سیم بستنش و ما میخوایم که به صورت عراقی ببندیم. البته ناگفته نماند که شما هر کدوم از این دو روش رو استفاده بکنید درسته و مشکلی نداره، فقط صرف اینه که شما به چه مدل سیم بستنی عادت دارید. گره پایین رو هم ببینید، اینجا ما 11 تا سوراخ داریم که باید به ترتیب از این سمت که سمت پایین هست ما سیم های شماره 1 2 3 4 الی 5 و 6 رو اینجا ببندیم. دو تا سیم اول 2 تا سوراخ کوچولو این پایین داره، میبینید یکی اینجا یکی هم بغلش داره. سیم شماره اول رو، سیم اولی که میخوایم ببندیم رو از اون سمت از این یکی سوراخ شروع میکنیم به بستن. به این صورت گرهش رو هم میزنیم، از بالا سر سیم رو رد میکنیم از توی سوراخ، در حد 4 سانت 3 سانت اضافه میکشیم بیرون. یه بار ببینید از زیر سیم ردش میکنیم، از زیر اون سیم دیگه، من یه بار دیگه برم، سیم رو رد میکنیم، از زیر این سیم ردش میکنیم دوباره، بعد میدیم داخل این حلقه‌ای که ایجاد کردیم و یه بار دیگه این کار رو میکنیم. دوباره سر سیم رو میدیم داخل این حلقه و سر سیم رو میگیریم، سر سیم رو زیر این سیمگیر میذاریم، یعنی یه بار که این حلقه رد شد دوباره این کار رو میکنیم و با انگشتمون اینو زیر این سیمگیر نگه میداریم و سیم رو میکشیم. به این صورت یه مقدار سیم اضافه میاد بیرون، ببینید اینجوری. حالا ادامه سیم رو میاریم بالا از تو سوراخی که توی سرپنجه هست. ببینید این سیم خیلی بلنده، من از سر جای گوشی از اینجا که میخوام ببندمش به مقداری که تقریبا 1 وجب باشه میگیرم و سیم رو کوتاه میکنم، چون اضافی اگر که باشه باعث میشه که فقط فشار رو گوشی بیاد و زودتر کوک خالی بکنه. من 1 وجب سیم رو اندازه میگیرم و بقیهش رو کوتاه میکنم و از داخل گوشی ردش میکنم، از تو سوراخی که توی گوشی وجود داره ردش میکنم.
با انگشتم میگیرم و به سمت بیرون، ببینید به این سمت شروع میکنم به چرخوندن که سیم رو دور اون گوشی بتابونم و تو شیار اول شیطانکم میذارم. ببینید این شیار داره و تو شیار سمت راستی که سیم شماره 1 بود من میندازم. سیم اولم بسته شد، کوکش نمی کنم، بعدا کوکش میکنم که بخوام در واقع تمام سیم ها رو بستم و اون موقع میخوام کوک کنم. بریم برای ادامه سیم بستن. رفقا ممنون که تا اینجا منو دنبال کردید. اگر که از این ویدیو خوشتون اومده لطفا راجع به سازهای مختلف تو کامنت بهم بگین که چی کار دوست داری براش انجام بشه و تعمیرات چی رو دوست داری یاد بگیرین تا ویدیوشو براتون بذارم.